سلام بچه‌ها، من علیرضام. خوش اومدید. اینجا کانال رپ زیر طوفانه. تو این قسمت میخوایم بریم به قسمت دوم تحلیل زندگی هیپ هاپی علی سورنا. قسمت دومش رو هم نگاه کنیم. به خاطر اینکه این ویدیو طولانی شد ما تصمیم بر این گرفتیم که تو دو پارت قرار بدیم این ویدیو رو و شما الان پارت دومش رو میبینید. یک برداشت بوده ولی تو دو پارت ما نصفش کردیم، تو دو پارت قرار میدیم برای شما. بریم با هم دیگه ببینیم. بریم ادامهش رو ببینیم. تک شدن جاوران، قتل خواهران برادران، نفرینای شاهرگام تو هر غروبی با ازان، یه درد بد تو سینه، یه درد لاعلاج از نیازی که یادم آس و پاس بخون داشت. من سرباز قماری بودم که آس و شانشون داشت. بیویم تو این قمار داشت حکم مادرم، با هیپ هاپ لعنتی شد زندگی و باورم. بله، خیلی زود رسیدیم به سومین بخش مهم و اصلا سخت‌ترین قسمت ماجرا، و از شما میخوام ببین تو اون دوتای قبلی من اصلا 90% مثلا تحلیلمو درست میدونم و خیلی براشم زحمت کشیدم، ولی تو این تحلیل شاید 90% نباشه، شاید 90%ش پایین تر باشه. و یه دونه چالش هم برای شما دارم که میگم آخرش این صحبتم. میگه از نیازی که یه آدم آس و پاس بخون داشت، من سرباز قماری بودم که آس و شاه نشون داشت. بیبی هم تو این قمار داشت حکم مادرم رو. ببین سورنا خودش رو جای یه انسان درمونده داره میذاره که داره آماده سازی میکنه برای بیت بعدی. ببین توی اون قسمت نیازی که یه آدم آس و پاس بخون داشت خوش داره یه آدم درمونده نشون میده، اینجا داره خوش یه آدم درمونده نشون میده. همین بیتو داره آماده میکنه برای بیت بعدی که منظور حالا اگه متوجه بشی. میگه من سرباز قماری بودم که آس و شاه نشون داشت. این یعنی چی؟ میاد یعنی که خب قبول داره که اگه زندگی رو ما یه قمار ببینیم، آس و شاه اگه بالاترین حد ممکن باشه، من سربازم. حالا نه خیلی ضعیفم نه خیلی قویم، اما با این حال که سربازم خودم رو آس و شاه نشون میدم. یعنی موضوع اینه دیگه. میگه که من سرباز قماری بودم که آس و شاه نشون داشت. خیلی اینجا بیت سخت و قویه. تحلیل من البته اینطوری بوده. اگر اینطوری اگر شما نظر متفاوت تری دارید خیلی خوشحال میشم که کامنت بذارید برام و من استفاده میکنم حتما از این موضوع. و یه چالش برای شما بچه‌ها. میگه که بیبی هم تو این قمار داشت حکم مادرم رو و زندگی پاپی شد. قسمت بعدیشم که اون تمام باورام و موضوع که حالا زیاد سخت نیست تحلیلش، ولی این یه تیکه تحلیله که بیبی هم تو این قمار داشت حکم مادرم رو شما بگید. شما به من کمک کنید بگید که آقا تحلیل موضوع چی بوده. تو کامنت ها حتما بگید. بهترین کامنت رو من توی ویدیو بعدی میارم بالا و یکم راجبش صحبت میکنم. خیلی خوشحال میشم که کامنت بذارید راجب این موضوع. بریم بقیه‌شو بشنویم. هیپ هاپی بدون حد و مرز، بدون ترس، انتهای رنگ شهر. زندگی هیپ هاپی، زندگی چند تا مرد تو عمق درد اما سربلند بازن. زندگی هیپ هاپی بدون ترس، بدون حد و مرز، انتهای رنگ شهر. زندگی هیپ هاپی، زندگی چند تا مرد تو عمق درد اما سربلند بازن. همه ی بازیکن‌ها به سفشین که شروع شده بازی. محال حالا خالی بشه باتری. حالا که به گوش تو هم صابون من ماسی، باهاش شار کردی من داغونتم داشتی. 27 فروردین 69 یه جایی افتاد اتفاقی، یه اتفاق خاصی. مامان مزایی یه گوله آتیشی که از اولش رو قانون شاشی. برگرفته از کتاب قاتلای جانی، فهمی که خیابون و جای بچه هانی. اما باز دید بچه ها که پر میکنن لاتی. این به بچه خونایی که رو زمین ها باشی، این به بچه پولایی که تو قمار و خوابی. این به بعد میفهمی که باید دق و چاپی، باید پول و پس گرفت هرچند که باشه ناچیز. پس چه حالی داره زندگی هیپ هاپی، زندگی هیپ هاپی بدون حد. عالی فوق العاده. و این ورسش هم که
سال تولدش و اون قسمت ها و اون کارا و که میخواست تو رپ بکنه و کرده و هر چیز دیگه و بیوگرافی خشنی رو خودش ارائه دادش و خیلی زیبا بود. این واقعا زیباست، این واقعا نمیشه گفت چقدر قشنگه، جزوه چه بدونم میشه گفت 5 تا آهنگ برتر رپ باید باشه، اصلا فوق العاده است، واقعا اوکی، واقعا خوبه. بریم بقیه‌شو گوش بدیم. بدون ترس انتهای رنگ شهر، زندگی هیپ هاپی، زندگی چند تا مرد تو عمق درد اما سربلند باشن. زندگی هیپ هاپی بدون ترس، بدون حد و مرد، انتهای رنگ شهر، زندگی هیپ هاپی، زندگی چند تا مرد تو عمق درد اما سربلند باشن. زندگی هیپ هاپی بدون حد و مرد، بدون ترس انتهای رنگ شهر، زندگی هیپ هاپی، زندگی چند تا مرد تو عمق درد اما سربلند باشن. زندگی هیپ هاپی بدون ترس، بدون حد و مرد، انتهای رنگ شهر، زندگی هیپ هاپی، زندگی چند تا مرد تو عمق درد اما سربلند باشن. واقعا هرچی بگم کم گفتم راجع به این آهنگ. خیلی آهنگ خوبی بود، فوق‌العاده بود. یعنی واقعا دارم میگم، اصلا داستان اینو شنیدم اصلا میگن نمیدونم یه کشور 10 سال از اون جلوتره، یه کشور 50 سال از اون جلوتره. این آهنگ اصلا چندین سال از خود علی سورنا بزرگتر، از رپ که خیلی جلوتر. یعنی چطوری اصلا میشه بیان کردش که این حجم هنر بالای یه فردو، به شدت حجم هنر بالایی داره و من واقعا لذت بردم، خیلی دوست داشتم. قسمت های سختی داشت برای تحلیل کردن واقعا. بازم میگم اگه نظری خاصی دارید که دوست اصلا نگم مهمم نیستش، بگید بیان کنید نظرتون رو و من میگم که سعی میکنم اونایی که خوب باشه رو حتما توی ویدیو بعدیم بیارم و یه مقدار راجبش صحبت کنم. بالاخره نظر تو شما خیلی مهمه برای من، برای اینکه اصلا ما اول راهیم و خیلی دوست داریم که کمک بشه بهمون. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا با ما بودید، همراهی کردید منو. لایک سابسکرایب یادتون نره. ما با حمایت‌های هر چند که نظر شما کوچیک به نظر بیاد برای ما خیلی بزرگه و ما رو توی این مسیر خیلی کمک ما میکنه، انرژی بهمون میده که اصلا بریم سمت یه تولید محتوا، بتونیم که یه حالا محتوایی بسازیم که حالا مفید باشه. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.